استاد عزیز امید جور صحتمند باشه. الحمدلله جور. یک سوال داشتم میگم استاد آیا در شرک اکبر کفر اکبر جهل عذر میشه یا نه؟ اگر میشه برای چه کسان عذر میشه توضیح بدید. در این خو کسی یعنی شرک مرتکب شود متاسفانه که عذر داده نمیشه. اکثریت علما یعنی برش عذر نداده. یعنی بعضی هم هست که دلایل از قرآن سنت گفتم صحیح شمیست که عذر داده نمیشه. کفر اکبر و شرک اکبر جهل، باز جهل هم گفتیم دو قسم است، قبلا هم سوال شده بود. یکی جهلی است که میتونه و جهل خود دور کنه، یعنی عقیده را یاد بگیره. کفر و شرک یاد بگیره چه چیزا کفر است که آدم داخل نشه. نه اما یک کسی است که درس ها وجود داره، علمای ربانی است، حق است، علمای حق بیان میکنه، نی گوش نمیکنه. بسیاری همی تو وقت نمیتن، مصروف دنیاست، یا جاهل نیستن یا اقامه حجت به بالایشان شده. یک کسی بسیار کسات میگنی از علم کنه به علمی خوب است. اگه عالم شویم دین یاد بگیریم گناه ما زیاد میشه. اگه عمل میگه نکنیم، همی که جاهل باشه میگه خوب است. نه برای ازی های چه عذر نیست. و او بعضی کسایی که تلاش میکنه جهل خود دور کنه نمیتونه، بازم یعنی شرک مرتکب شد، متاسفانه نام مشرک با بالایش مانده میشه. بسیار علما می فتوا شد دیگه. این قدر جهلش اگر نه تلاش کرده بود خدا نرسید بعد این فایده داره که در آخرت یعنی باز اگر همی تو وفات کرد میشه که الله متعال اونجا دوباره امتحانش کنه. یعنی همی تو علما میگن که شاید هم مثل همون کسایی که کفار ورین، مثل کفار که الله حق برشان نرسید امتحان میکنه. نه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیتیم تا اینکه رسول روان کنه. دیگه شرک اکبر کفر اکبر الله نجات بده، بسیار گناه کلان است. این اکثریت مطلق میگن که جهل عذر شده نمیتونه.